درباره مردهایی که خشتومندشان حقارت میکنند. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. البته در شریعت دشنام و حقارت کردن هیچ نفر جایز نیست. در لفظ حدیث آمده است که دشنام دادن مسلمان فسق است، یعنی انسان فاسق می شود. دشنام دادن یک مسلمان کاری زشت و بده است، ولی دشنام دادن مادر همسر یعنی دشنام دادن خوشدامن زشتر و بدتر است. زیرا خداوند در آیت 23 سوره نساء خوشدامن را در کنار مادر و خاله و عمه و خواهر از جمله محرم های ابدی قرار داده است. یعنی خوشدامن به مثل مادر و خاله و عمه است. مگر انسان مسلمان محرم خود را دشنام و حقارت می کند؟ بعضی مردان خوشدامنشان دشنام های فحش می کنند. فقط انسان پست و فرومایه چنین می کند. انسانی که خوشدامنش را تحقیر و اهانت و یا دشنام های فحش می کند، انسان فاسق و شریر و بدکاری است. در روایت مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند برای شریر و بدکار بودن یک انسان همین قدر کافی است که برادر مسلمانش را تحقیر کند. پس وقتی مسلمانی را تحقیر یا دشنام فحش میکنی، انسان شریر و بدکاری هستی. دشنام دادن و طعن زدن و بی‌حیایی از خصلت‌های مسلمانان نیست. مسلمان واقعی دشنام و حقارت نمی کند، طعن نمی زند و بی‌حیایی نمی کند. در روایت ترمذی آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند مسلمان واقعی طعن کننده، لعنت کننده، فحشگو و بی‌حیا نیست. مردهایی که همسراشون خوشدامناشون دشنام و حقارت می کنند، طعنه می زنند، اگر این سخن گوهرباری پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برایشان ارزش داشته باشه، از این بد اخلاقی دست می کشند.